در شهر ایبک سمنگان و بسیار یک هتل معروف است که غذای معروف داره و خصوص کبابش. شما در می جریان میبینید که اینجا آقای صاحب کباب پخته میکنه از رستوران ماما غلام. یک دو سوال از آقای صاحب میکنیم. سلام علیکم. آقای صاحب ماما غلام سلام علیکم. بخیر خوب هستین شما؟ جیران کار اختی کباب هستی صاحب؟ بله. این گوشتش از چی هست؟ از گوشت برای امسال. چند سال از این کسب هستی ماما؟ از پدر هستیم. نام خدا. نام خدا 80 خودی ما شده. 80 سال عمر داری. نام خدا عزت کنه. از ما که جوان هستی آقای صاحب. بشک. بسیار عالی. این رستوران شما در سطح سمنگان در شهر ایبک بسیار نامی است. مثلا در این کوچه هیچ کس نبود. با زور همه شاگردای مسئول هتل جور کردن. هتل جور کردن. ما همه شکل می‌بینیم. بسیار کار کرده که مال یاد بیفته. عمرتان دراز. براتان به سلامتی. زنده باشید. خیلی تشکر. بخیر و سلامت باشید. قربانکتان شد. مغرق